کنکور ریاضی 99 اولین تست عربی. بچه سوالو دقت کنید. یا ایهاالناس خودش اول ترجمه کرده، گفته ای مردم. حالا از اینجا به بعد انا خلقناکم، انا تشکیل شده از ان به اضافه نا. نا در گزینه 1 گفته ما خوبه، 4 هم میگه ما خوبه، اما 2 3 اصلا ترجمه نکرده. میگین 2 3 که گفته شما، آره، ولی نا رو ترجمه نکرده. جلوتر داریم خلقناکم، کم معنیش میشه شما. در این حال 2 3 که رد شد، بین 1 و 4 بیاین مقایسه کنیم. میگین هم 1 گفته شما، هم 4 گفته شما. آره قبول، ولی جلوتر نگاه کنین، دوباره کم داریم، پس ما 2 تا کم داریم به معنی شما. گزینه 1 هر دوتا رو ترجمه کرده، گفته شما را 2 بار آورده، اما گزینه 4 فقط اون رو 1 بار آورده. پس به این ترتیب این گزینه هم حذف میشه. پاسخ ما گزینه 1 هست. توی اولویت بندی ها، توی اون فرمول اولویت بندی بهتون گفتم مفرد و جمع و ضمیر اولین اولویت برای بررسی هست، پس باید دقت کنید. حالا دام این سوال چی بود؟ فیلمو خودتون نگه دارین، مثلا 1 و 4 رو مقایسه کنین. هی میخواد شما رو توی کلمه اقوام و قبیله و اینها به درد سر بندازه، ولی شما باید دست طراح رو قبل از اون بخونین و بدونید هر تست با کدوم نکته حل میشه.